هفتم یونیو سال 2024 پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان کادرهای به وظیفه‌های رهبری در وزارت کارهای داخلی و ساختارهای تابع آن تعیین شده را در روی صحبت به حضور پذیرفت. با امر پرزیدنت امامعلی رحمان، رهبر دستگاه وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گنرال مایور میلیتسیا حفیظزاده شادی خورشید از وظیفه آزاد و به وظیفه مشورتی کاتب شورای امنیت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شد. شادی حفیظزاده تازه ماه فوریه سال 2024 از مقام سردار اوبا برکنار گردیده ماه اپریل سردار دستگاه وزیر داخلی تعیین شد، ولی در این مقام همگی 2 ماه کار کرد. سبب کاملا از صف وزارت کارهای داخلی رفتن شادی حفیظزاده روشن نیست، ولی این را می توانم چون ضعیفتر شدن مقام وزیر داخلی رمضان رحیمزاده ارزیابی کرد. قرار معلوم شادی حفیظزاده داماد رحمانقل رحیمزاده معاون اول مدیر اگنتی مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان و برادر کلانی رمضان رحیمزاده می باشد. در عین زمان شاروخ سعیدزاده به وظیفه سردار ریاست کارهای داخلی پایتخت یکی از مقام‌های کلیدی در ساختار وزارت داخلی تاجیکستان تعیین شد. شاروخ سعیدزاده از دوستان نزدیک شهردار دوشنبه رستم امامعلی را یکی از نامزدهای احتمالی به مقام وزیر داخلی می شمارند و منصب نو گنرال 37 ساله را ناظران امور همچون قدم دیگر می شمارند که با تجربه رهبری و افزوده راهش را به سوی کرسی وزیر باز هم نزدیکتر می کند. به جای شاروخ سعیدزاده به مقام سردار ریاست کوفتکوف جنایی وزارت کارهای داخلی برادزاده طاهر تعیین شد. برادزاده چندین سال سردار شعبه میلیسیای فرودگاه دوشنبه بود. روز 7 یونیو سال 2024 امامعلی رحمان کادرهای نو تعیین شده را به کار و خدمت صادقانه و صافدلانه به وطن و مردم، هوشیاری و زیرکی دائمی و حس بلند مسئولیت شناسی دعوت کرد و گفت دانستن زبان‌های خارجی با نظر داشت تهدیدهای زمان معاصر، استفاده از تکنولوژی‌های رقمی، تکمیل دانش و مهارت کسبی، آمادگی جسمانی، انتخاب و تعیین کادرهای دارای سویه دانش و ملکه بلند کسبی از وظیفه‌های اساسی هر رهبر واحدهای ساختار وزارت به حساب می رود. امامعلی رحمان همچنین از کادرهای نو خواست که با کروپسیا در تمام ساختارهای وزارت مبارزه بیامون برند.